به نام خداوند یکتا، با سلام و وقت بخیر. دکتر اکبری، دکترای علوم تشریح و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در این جلسه ما ویژگی‌های مهره‌های ستون فقرات رو با هم بررسی می‌کنیم. به صورت کلی ستون مهره در دیواره خلفی بدن قرار داره و شامل 33 تا مهره است که 7 تا مهره گردنی یا سرویکال رو شامل میشه، 12 مهره سینه‌ای و متصل به دنده رو داریم، 5 مهره کمری و 5 مهره خاجی یا ساکرال هست که به هم جوش خورده و نهایتاً ناحیه دنبالچه رو ایجاد میکنه که از اتصال این 3 تا مهره به هم ستون فقرات یا ستون مهره ایجاد میشه. خب ما در ابتدا برای اینکه ستون فقرات رو توضیح بدیم نیاز هست ویژگی‌های هر مهره رو بدونیم که به چه صورت هست. به صورت کلی هر مهره شامل این موارده: یک جسم یا بادی داره که به سمت جلو قرار میگیره، هر مهره یک جسم یا بادی داره که در جلو قرار میگیره، یک قوس یا کمان داره که در عقب قرار میگیره، یه سوراخ مهره‌ای داره که بهش میگن ورتبرال فورامن، بین جسم و کمان قرار داره. جسم مهره 6 تا سطح داره: سطح فوقانی، سطح تحتانی، سطح قدامی، سطوح طرفی یا جانبی و سطح خلفی جسم که با مجاور نخاع هستش و محدوده فورامن ورتبرا رو ایجاد میکنه. کمان مهره از زوائد عرضی ایجاد شده. این زوائد عرضی یا ترانسفرس پروسس 4 زائده مفصلی داره. این زواید مفصلی خود مهره است: زواید مفصلی فوقانی و زواید مفصلی تحتانی. پس 4 زائده مفصلی داره. 2 تا زائده عرضی یا ترانسفرس داره. 1 زائده شوکی یا زائده خاری داره که به سمت عقب قرار میگیره. 2 تا پیدیکل یا پایک داره که محل اتصال قوس به جسم هست. این پیدیکل های هر مهره است که در طرفین جسم قرار دارن و 2 تا لامینا یا تیغه داره. این هم 2 تا لامینایی که اینجا داریم مشاهده میکنیم. یک بار دیگه عنوان میکنم: هر مهره شامل جسم در جلو قرار میگیره، قوس مهره در عقب قرار میگیره یا بهش میگن کمان یا قوس مهره. قوس مهره شامل چند زائده است: 2 تا زائده ارضی یا ترانسفرس که در طرفین قرار میگیره، 1 زائده خاری یا شوکی که در عقب قرار میگیره، 4 تا سطح یا زائده مفصلی، زواید مفصلی فوقانی و زواید مفصلی تحتانی که اگر نگاه بکنین سطح مفصلی فوقانی جهتش به سمت عقبه، یعنی فست مفصلی یا سطوح مفصلیش به سمت عقبه، و زائده مفصلی تحتانی سطح مفصلیش به سمت جلو هستش و انگار که نگاهش به سمت جلوه، سطوح مفصلیش اینجوری دیده میشه. در کنارش زواید خاری یا اسپاینوس، تیغه های لامینا و پیدیکل ها قابل مشاهده هستند. علاوه بر این ما یه سوراخ مهره‌ای داریم. ببینید سوراخ مهره‌ای همینجور که گفتم محدودش رو باید بلد باشیم. سوراخ مهره محدوده جلوییش منوط میشه به جسم مهره، سطح خلفی جسم مهره که اینجا داریم مشاهده میکنیم. قسمت عقبش مربوط بشه به لامینا. رو این مهره من نشون بدم که بزرگتره. این سوراخ مهره است. قسمت جلوش میشه جسم مهره، قسمت عقب چیزی که قرار میگیره تیغه ها یا همون لامینا ها هستش. جایی که خود سوراخ ورتبرا هستش محل عبور نخاع هستش. تو این مولاژ ها هم داریم میبینین نخاع دقیقاً در سوراخ مهره‌ای قرار میگیره، تو این فضا قرار میگیره.
خب اگر برای بخوایم وارد کانال مهره‌ای بشیم بایستی و به نخاع دسترسی پیدا بکنیم، بایستی لامینکتومی بکنن. عمل جراحی که در جراحی اعصاب بسیار کاربرد داره و یکی از اعمال جراحی نوروسرجری هست. میان لامینکتومی میکنن، یعنی اینجا رو قطع میکنن و به نخاع دسترسی پیدا میکنن. در بالا و پایین هر پیدیکل، یعنی هم قسمت بالاییش هم قسمت پایینش، یه ناچ وجود داره که بهش میگن ورتبرال ناچ. ببینین مثلا الان بین این دوتا مهره یه سوراخ بین مهره‌ای ایجاد شده. این سوراخ بین مهره‌ای چجوری ایجاد میشه؟ بین ورتبرال ناچ مهره بالایی و مهره پایینی این سوراخ‌های اینترورتبرال ایجاد میشن. سوراخ‌های اینترورتبرال محل عبور اعصاب نخاع هستش و همچنین شریان‌های نخاعی و حالا وریدهای بین مهره‌ای یا اینترورتبرال هم از این فضا عبور میکنن. اگر یادتون باشه من گفتم سوراخ مهره‌ای از توش نخاع رد میشه، ولی سوراخ بین مهره‌ای از توش اعصاب نخاعی، شریان‌های نخاعی و وریدهای بین مهره‌ای یا اینترورتبرال عبور میکنن. سوراخ مهره‌ای چجوری ایجاد میشه؟ بین جسم و قوس مهره ایجاد میشه، ولی سوراخ‌های بین مهره‌ای از این ناچ‌هایی که ورتبرال ناچ بهش میگن، ورتبرال ناچ مهره‌ای بالایی با ورتبرال ناچ مهره‌ای پایینی با هم یک فضایی رو ایجاد میکنن در اثر اتصال زواید مفصلی در عقب و ناحیه اینترورتبرال فورامن رو ایجاد میکنن. خب محدوده اینترورتبرال فورامن رو هم بایستی بلد باشیم. به این صورت هستش که ضلع فوقانی و تحتانی اینترورتبرال فورامن شامل همون ورتبرال ناچ و پیدیکیل هستش که در عقب در جلو قرار داره. ضلع خلفیش تو این ناحیه میشه زواید مفصلی که با هم مفصل شدن. زائده مفصلی تحتانی مهره بالایی با زائده مفصلی فوقانی مهره پایینی با هم مفصل میشن و این زائده مفصلی رو ایجاد میکنن. یه ضلع قدامی هم داره این سوراخ بین مهره‌ای که بس میشه یا حالا محدود میشه به جسم مهره و دیسک های بین مهره‌ای که اینجا دارین مشاهده میکنیم. پس اینم محدوده سوراخ اینترورتبرال که کاملا مشخص و واضح بود. تو این قسمت ما قرار مهره های مختلف ناحیه گردن، تراسیک و لومبار رو با هم مقایسه بکنیم و هر کدوم از این مهره ها رو ویژگی‌های اختصاصیش رو بررسی بکنیم. خب ما پس از اینکه ویژگی کلی مهره رو توضیح دادیم میرسیم به مهره های گردنی. تو مهره های گردنی یک سری ویژگی‌های کلی وجود داره. جسم مهره های گردنی جسم کوچیکیه. ببینید جسم مهره بسیار کوچیکه. زائده خاری مهره های گردنی دو شاخه است. زائده مهره کاملا دو شاخه است و همچنین یه زائده ارضی که داره، توی خود زائده های ارضی سوراخ ارضی داره. این رو بهش میگن فورامن ترانسورسیوم. این سوراخ های ارضی مهره است که اینجا داریم مشاهده میکنیم. پس سه ویژگی کلی داشتن. جسم مهره کوچکتر بود. چرا باید کوچکتر باشه؟ برای اینکه بایستی وزن کمتری رو نسبت به دیگر مهره ها تحمل بکنه. فقط قرار وزن ناحیه جمجمه رو تحمل بکنه. زائده خاری دو شاخه است و درون زائده ارضی فورامن ترانسورسیوم رو داریم که از این سوراخ شریان مهمی به نام شریان ورتبرال، این شریانی که اینجا داریم مشاهده میکنین، عبور میکنه و از تمامی مهره های گردنی رد میشه. این شریان از تمامی مهره های سوراخ ارضی مهره های گردنی رد میشه، میاد قسمت فوقانی اطلس رو رد میکنه، میره قسمت خلفی و 1/3 خلفی مغز رو خونرسانی میکنه و در تشکیل حلقه ویلیس شرکت میکنه. خب این سه ویژگی اصلی بود. همچنین وقتی ما نگاه میکنیم به سوراخ‌های ارضی سوراخ‌های مهره‌های گردنی، میبینیم که خود این سوراخ‌های مهره در مهره‌های گردنی بزرگتر و عمیق‌تر هست نسبت به دیگر مهره‌ها. چرا؟ چون اینجا نخاع قطر بیشتری رو داره
و پس از اینکه حالا ستون فقرات رو طی کرد یواش یواش قطر نخاع کمتر میشه، شبکه‌های عصبی ازش جدا میشه. خب این ویژگی کلی مهره‌های گردنی بود. اما 3 تا از مهره‌های گردنی رو بهشون میگن مهره‌های اتیپیک، یعنی ویژگی یه ذره متفاوت‌تری رو نسبت به بقیه دارن. یکی از اینا مهره 7 گردنه که چون زائده خاریش طویل‌تر و بلندتر از دیگر مهره‌های گردنیه بهش پرومیننت ورتبرا یا مهره برجسته میگن. این زائده خاری قابل لمسه، شما هم میتونید این ناحیه رو لمس کنید. همینجور که در این مولاژ دارین میبینید، ببینید زائده خاری مهره 7 کاملا بزرگتره و یه ذره حالا نسبت به بقیه برجسته تر و واضح تر هستش. مهره اتیپیک بعدی ناحیه سر مهره اطلس هست. همینجور که در تصویر دارین میبینین مهره اطلس جسم نداره و زائده خاری و زائده اسپاینوس هم نداره. فقط تنها چیزی که داره یه انتریر و پوستریر آرک داره. این پوستریر آرک و این هم انتریر آرک هستش و توبرکل هایی که توی ناحیه دیده میشه. مهره و 2 تا زائده داره به نام زوائد لترال یا زوائد طرفی که با ناحیه کندیلار استخوان اکسیپیتال مفصل میشه و مفصل اتلانت و اکسیپیتال رو ایجاد میکنه. جایی که با مهره دوم داره مفصل میشه به این صورت، ببینین اولی مهره اطلس هست که بالاتر قرار میگیره، دومین مهره رو بهش میگن آسه که یه زائده داره به نام زائده دندانه‌ای شکل به سمت بالا امتداد پیدا میکنه که در این مولاژ ما میبینیم. بین قسمت اطلس و آسه که اینجا دیده میشه، در قسمت خلفی زائده دنسی که از مهره دوم داره میاد به سمت بالا در پشت قوس قدامی اطلس قرار میگیره. اینجوری ببینید در پشت قوس قدامی اطلس قرار گرفته زائده دنس. این زائده دنسه که در پشت قوس قدامی اطلس قرار گرفته. یه لیگامان وجود داره به نام لیگامان های عرضی یا ترانسفرس لیگامان که در عقب میاد زائده دنس رو نگه میداره و از در رفتگیش جلوگیری میکنه. به این 2 تا برآمدگی های طرفی قسمت داخلی اطلس وصل میشه و این لیگامان باعث میشه که زائده دنس توی حالت و جایگاه خودش ثابت بمونه و بتونه حرکات طرفی سر رو مستحکم ترش بکنه. خب این ویژگی مهره های گردنی بود. پس از این میریم مهره های سینه ای رو بررسی کنیم. خب مهره های سینه ای یا توراسیک رو میخوایم بررسی بکنیم. تو مهره های سینه ای ویژگی های کلیش به این صورته که جسم مهره حالت قلبی شکل داره، همینجور که داری میبینی، یعنی قطر قدامی خلفی و عرضی جسم تقریبا یکسانه و حالت قلبی شکل داره. سطوح مفصلی داره. سطوح مفصلیش کجا قرار میگیرن؟ در طرفین جسم مهره. در هر طرف 2 تا سطح مفصلی داره که با دنده ها مفصل میشه. این 2 تا سطح مفصلی که در طرفین فقط جسم مهره های سینه ای وجود داره. همچنین در طرفین سطوح مفصلی داره در رأس زوائد عرضی، اینجایی که دارم اشاره میکنم، سطوح مفصلی داره که با ناحیه سر و توبرکل یا تکمه دنده مفصل میشه. پس سطوح مفصلیش کجاها بودن؟ در طرفین جسم 2 تا سطح مفصلی در هر طرف برای اتصال با ناحیه دنده هاست. در لبه و در طرفین رأس زائده ارضی هم 2 تا زائده و یا سطوح مفصلی داره که با سر و توبرکل دنده مفصل میشه. یه زائده خاری بلند و طویل داره که حالت مایل داره و جوری قرار میگیرن که وقتی مهره ها رو هم قرار میگیرن حالت همپوشانی داره، یعنی در یک راستا قرار میگیرن و انگار که مثل منقار کرکس هست که یه حالت آویزون و مایلی رو داره. زائده ارضی مهره های سینه ای حالت گرز ماننده و همینجوری که در تصویر داریم میبینین لامیناهاش پهن و وسیعه. این به این خاطره که قوام و استحکام ناحیه توراسیک باعث نسبت به ناحیه گردن بیشتر باشه، چرا که حالا وزن اندام فوقانی و ناحیه قفسه سینه هم داره به این ناحیه اضافه میشه.
این مشخصات و ویژگی‌های کلی مهره‌های سینه‌ای بود. خب زواید مفصلی فوقانی و تحتانی هم که مثل تمام مهره‌های دیگه واضح و مشخص در این مهره‌ها دیده میشه. پس ویژگی کلیشو من میگم. ویژگی این که مهره گردنی رو، مهره توراسیک رو از دیگر مهره‌ها جدا میکنه اینه که زائده عرضی گرز مانند دارن، جسم مهره تقریبا قلبی شکله، در طرفین جسم سطوح مفصلی برای اتصال با دنده ها رو داره، در رأس زائده عرضی هم سطوحی رو داره که با ناحیه سر و توبرکل دنده مفصل میشه. زائده خارش هم حالت مایل به سمت پایین و حالت کشیده داره که وقتی قرار میگیرن در کنار هم پوشانی رو در قسمت عقب میتونیم احساس بکنیم. بین جسم همه مهره ها هم یک دیسک وجود داره که اینها رو در کنار هم ثابت، ببینیم اینها رو در کنار هم منظم نگه میداره. خب مهره بعدی مهره‌های کمری هستش که میخوام ویژگی‌هاشو بیان بکنیم. خب مهره‌های کمری زائده خاری که دارن بسیار بزرگ و وسیع هستش. این مهره‌های کمری هستش که زائده خاریشون 4 گوش و بزرگ و افقی هستش. جسم مهره بسیار درشته. چرا؟ چون بایستی تحمل وزن زیادی رو داشته باشه و قدرت زیادی رو داشته باشه. سوراخ مهره تقریبا مثلثی شکله، به طوری که فورامن ورتبرا بزرگتر از مهره‌های توراسیکه و کوچکتر از مهره‌های سرویکال هست در مهره‌های کمری. 2 تا زائده در مهره‌های کمری دیده میشه که باعث ثبات و قوام بیشتر این استخوان و این مهره در ستون فقرات میشه. یکی زائده پستانی یا مامیلاریه که در لبه خلفی زواید مفصلی فوقانی وجود داره، همینجوری که من تو تصویر دارم نشون میدم. این رو بهش میگن زائده پستانی یا مامیلاری. و یه زائده دیگه در لبه تحتانی سطح خلفی ریشه زائده عرضی این مهره وجود داره که بهش میگن زواید اکسسوری یا زواید کمکی. این 2 تا زائده باعث میشه که این زائده عرضی و کندیله یا اون قسمت بخش مفصلی مهره کمری تقویت بشه و در استحکام این ناحیه مؤثر باشه. پس زواید مامیلاری و زواید اکسسوری رو اینجا دارین مشاهده میکنیم. این از مهره‌های کمری که همینجور که این تصویر داریم میبینید، ببینید کاملا زائده خاریش 3 تبری شکل و بزرگه. این هم که زواید مفصلی مهره بالایی و پایینیه که با هم دارن مفصل میشن و سوراخ‌ها رو هم در اینجا داریم میبینید، سوراخ‌های اینترورتبرال. تو این مولاژ یه پدیده هم وجود داره که اینو بهش میگن فتق دیسک بین مهره بیرون زدگی هستش که از ناحیه ژلاتینه دیسک بین مهره‌ای ایجاد میشه. معمولا لبه خلفی بخش فیبروز ضعیف‌تره و اگر فشار بهش بیاد معمولا ما فتق دیسک رو یا بیرون زدگی دیسک رو تو مهره‌های کمری داریم، خصوصا مهره L5 چون جهت قرارگیریش جوری هستش که فشار بیشتری به این ناحیه میاد. اینو بهش میگن فتق دیسک که حالا شاید خیلی از افراد جامعه دچارش باشن، کمر دردهای خیلی شدیدی رو میگیرن و برای حالا ترمیم این ناحیه هم از قسمت لامینا وارد میشن و دسترسی پیدا میکنن به این محل خاص. خب اینم از ویژگی‌های مهره‌های کمری بود. برای اینکه شما یک ریویو و یک مروری رو داشته باشین، من الان بخش‌های مختلفی این 3 تا قسمت رو، یعنی مهره‌های توراسیک، سرویکال و لومبار رو یک بار دیگه براتون مرور میکنم تا مقایسه بکنین جسم و زواید دیگه‌اش چقدر با هم متفاوته. چون تشخیص این که کدوم یک از مهره‌ها چه ویژگی رو داره جزء یکی از مواردی هستش که ما تو آزمون‌های عملی از دانشجو می‌خوایم که بدون این مهره مربوط به کدوم قسمت از ستون فقرات محسوب میشه. خب ما قراره با هم مقایسه بکنیم مهره‌های کمری، سرویکال یا گردنی و مهره‌های توراسیک رو با هم دیگه که چه ویژگی‌هایی رو دارن. اولین بخش جسم مهره است. من یکی از اینها رو به عنوان نمونه میذارم که شما دانشجوها کاملا روش تسلط پیدا بکنید. ببینید جسم مهره در مهره گردنی کاملا چی بود؟ 4 گوش. درست؟ در مهره‌های سینه‌ای قلبی شکله، به این صورت که یه وسعت مفصلی در طرفین جسم هم داشت که برای اتصال با دنده ها بود. این وسعت مفصلی در طرفین جسم
و در مهره های کمری جسم مهره ها بیضی و بزرگتر بود. این سه قسمت جسم رو با هم مقایسه کردیم. زائده عرضی این مهره ها به چه صورتن؟ زائده عرضی مهره های گردنی یه سوراخ واضح و مشخص داره که بهش میگن سوراخ عرضی. اینجا داریم میبینیم این سوراخ های عرضی مهره است. 2 تا ریشه و 2 تا هم تکمه داره خود مهره های گردنی. تو مهره های سینه‌ای زائده عرضیش به چه صورته؟ تو مهره های سینه‌ای زائده عرضی گرزی شکله، دارای وسعت مفصلی برای اتصال با ناحیه تکمه دنده است یا توبرکل دنده. این هم قسمت وسعت مفصلیش. تو مهره‌های کمری ما خیلی واژگی مشخص و ویژگی مشخصی رو تو زائده عرضی نمی‌بینیم، فقط وقتی مقایسهش می‌کنیم می‌بینیم از هر طرف حمایت بیشتر شدن و وسیع‌تره. خب تو همه این مهره‌ها زواید مفصلی فوقانی و تحتانی رو داشتیم دیگه، درسته؟ فوقانی ها و تحتانی ها. حالا یه سوال ازتون میپرسم، زواید مفصلی فوقانی جهتش به چه سمته؟ این زواید مفصلی فوقانیه، اینم زواید مفصلی تحتانیه. اینا جهتش به چه سمته؟ این رو لطفاً توی کامنت ها عنوان بفرمایید. زواید مفصلی فوقانی و تحتانی با مهره های بالایی و پایینی مفصل میشه. به این صورت ببینید زائده مفصلی فوقانی مهره پایینی با زائده مفصلی تحتانی مهره بالایی با هم مفصل میشه و سطوح مفصلی رو ایجاد میکنن. خب زائده شوکی این سه تا مهره رو با هم بررسی میکنیم. اینو بهش میگن زائده خاری. تو بعضی از کتاب به نام زائده شوکی هم نامگذاری میشه. زائده شوکی یا زائده خاری مهره های گردنی 2 شاخه است. اینجا واضح و مشخص داریم میبینیم. زائده شوکی مهره های سینه‌ای بلند و کشیده است و مایل و حالا گفتم یه اوورلپی رو با هم دارن، یه حالت همپوشانی رو با مهره پایینی داره که مثل نوک منقار کرکس هستش. مهره های کمری زائده خاریشون 4 گوش و 3 تبر شکل و مستقیما به سمت عقب قرار داره که حالا واضح و مشخص توی این نما داریم میبینیم. لامینا هم تیغه‌ای هستش که بین زائده شوکی که در قسمت عقب قرار داره و زواید مفصلی در هر طرف قرار میگیره. این لامینا ها هستش که برای دسترسی به نخا میان لامینکتومی میکنن، یعنی این ناحیه رو باز میکنن و به نخا دسترسی پیدا میکنن. شما دانشجویان عزیز برای اینکه بتونین ویدیوهای بعدی رو دریافت بکنین حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید. خب ما میخوایم ستون مهره ها رو از نماهای مختلف بررسی بکنیم. همینجور که قبلا توضیح دادم جسم مهره به سمت جلو قرار میگیره و زائده خاری به سمت عقب هست. حالا وقتی ما میخوایم ستون مهره ها رو از نماهای مختلف بررسی بکنیم، وقتی ما میخوایم از نمای قدامی این رو بررسی کنیم چی ها رو میبینیم؟ جسم مهره و زائده عرضی رو داریم مشاهده میکنیم، همچنین دیسک های بین مهره ای رو داریم میبینیم. پس از نمای قدامی ما جسم، دیسک ها رو میبینیم و زائده عرضی. از نمای عقب اگر بخوایم بررسیش بکنیم زائده شوکی یا همون زائده خاری رو میبینیم، لامیناها رو میبینیم که در هر طرف وجود داره، این لامیناهاست که دیده میشن، زواید مفصلی و زائده عرضی رو میبینیم، زواید مفصلی که هست و اینم زائده عرضی. پس از نمای خلفی تمامی این زائده قوس دیده میشه، قوس مهره. اگر بخوایم از نمای لترال و طرفی اون رو بررسی بکنیم به این صورت هستش که ما جسم مهره رو میبینیم، سوراخ بین مهره‌ای، دیسک های بین مهره‌ای و زواید مفصلی رو میبینیم، زائده های عرضی رو هم میبینیم. پس هم زائده عرضی و هم زائده شوکی کاملا دیده میشه. به صورت کلی تو ستون فقرات 4 انحنا وجود داره که این رو توی مبحث کلی ستون فقرات براتون عنوان خواهم کرد. خب رسیدیم به این که ما تعداد مهره های گردنی و ویژگی مهره های گردنی، توراستیک و لومبار رو عنوان کردیم. میرسیم به مهره بعدی که مهره ساکروم هستش.
خب استخوان بعدی استخوان خاجی هستش که به صورت کلی خاجی 5 مهره به هم متصل هستش که به هم جوش خوردن و یک استخوان واحد رو ایجاد کردن. در جلوی اون جسم وجود داره، این جسم مهره است که به هم اتصال داره. برجستگی قسمت فوقانی این ناحیه رو، این قسمت رو بهش میگن پرومونتری که در اندازه‌گیری‌های مختلف لگن استفاده میشه و جزء نکته بالینی برجستگی ناحیه قدامی اولین جسم مهره ساکرال رو. در طرفینش یک سری حفرات دیده میشه بهش میگن ساکرال فرامینا یا سوراخ‌های مهره‌ای که در اینجا دیده میشه. همچنین یک سری 2 تا سطح داره، سطوح آریکولار یا سطوح مفصلی که با لگن مفصل میشه و ناحیه خلفی یا دیواره خلفی لگن یا پیلویس رو ایجاد میکنه. سطوح آریکولار هست که در طرفین دیده میشه. در عقب زواید مهره ها به هم جوش میخورن و 5 ستیغ رو ایجاد میکنن در قسمت خلفی ساکرال. این ستیغ رو بهش میگن مدیان کرست، از جوش خوردن زواید شوکی در قسمت خلفی ساکروم ایجاد میشه. کرست بعدی رو بهش میگن اینترمدییت کرست که از جوش خوردن زواید مفصلی به هم ایجاد میشن و آخرین کرست در هر طرف بهش میگن لترال کرست که از جوش خوردن زائده عرضی هستش. پس 2 تا کرست در طرفین این مدیان کرست قرار میگیرن و به صورت کلی در سطح خلفی ساکرال 5 تا کرست یا ستیغ قرار داره که از لحاظ بالینی مهم هستش. در خاجی سوراخ‌های مهره‌ای به هم متصل میشن و در انتها یک کانال خاجی رو ایجاد میکنن. مهره آخری خاجی اینجا رو بهش میگن مهره آخری لامینا و زائده شوکی نداره، به همین دلیل اینجا رو بهش میگن ساکرال هیاتوس که در اینجا دارین مشاهده میکنید. اگه مطالب براتون کاربردی بود میتونین ویدیو رو لایک بکنین. خب آخرین قسمتی که از ناحیه ستون مهره ها میمونه ناحیه کوکسیجئال یا دنبالچه هستش. کوکسیجئال یک انحنایی رو به سمت قسمت داخلی لگن داره که از لحاظ بالینی و کلینیکی این هم معنادار هست. اگر بیماری از ناحیه انتها و از ناحیه تحتانی ستون فقرات دچار آسیب بشه، احتمال شکستگی ناحیه کوکسیجئال وجود داره و اهمیتش به خاطر وجود و اتصال رباط آنوکوکسیجئال هستش که ناحیه دنبالچه رو میاد به ناحیه مقعد یا راستروده متصل میکنه و باعث میشه جهت و راستای راستروده در محل واقعی خودش قرار بگیره. این انحنا به سمت جلو در دنبالچه در خانم ها کمتر هست، در صورتی که برای آقایون به سمت جلو انحنای بیشتری رو داره. پس شما بزرگوارانی که با بیماران سر و کار دارین، در مواردی که بیمار از بلندی و ارتفاع افتاده و ناحیه تحتانی لگن دچار آسیب هست، حتما در عکس‌های رادیوگرافیش چک بکنین که ناحیه کوکسیجئال آسیب ندیده باشه، چون بیشتر وقتها بزرگواران نواحی قسمت‌های بالا و ستون فقرات رو توجه ویژه‌ای بهش دارن، ولی با توجه به تجربه‌ای که من در قسمت بالین دارم متوجه شدم که خیلی به این ناحیه توجه خاصی نمی‌کنم، در صورتی که این ناحیه بسیار مهمیه و اگر این نکته رو میس بکنن و نادیده بگیرن، بیمار میتونه عوارض بالینی زیادی رو داشته باشه و به صورت یک ناهنجاری همیشه این دردهای دائمی رو داشته باشه. پس ناحیه کوکسیجئال حدود 3 تا 5 مهره است که به هم متصلن. این مهره ها ناقصن، یعنی دیگه زواید عرضی، خاری و سوراخ‌های مهره‌ای رو ندارن. اهمیتش به دلیل اتصال با رباط آنوکوکسیجئال هستش که خدمتتون عنوان کردیم. خب انشاءالله که سالم و تندرست باشین. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارید. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.